باز دیسی جنجال آفرید، بلا رمزی هم هرس داد، بلاگری کرد. امروز خبرها عالیان. چیپس و تخمه با شما، چایی با من. خوش اومدین. من شهروزم، کمیکدون، رمزگشای فیلم. نه بابا، کوچیک همگی، خاک پا. اول بریم سراغ اخبار فیلم و سریال. این دختر خوشگل بلونده چشابی خوشهکل سیدنی سوینی تیر غیب نصیبش شد. نه بابا، من این آدما نیستم بعد کسی رو بخوام تفلک. خدا به زمین گرمش بزنه جزه جیگر زده رو. من چی هم نفرین کنم. هفته پیش گفتم سیدنی سوینی تبلیغ سری لباس جینو کرد تو تبلیغ به حالت نجات پرستانه، دقیقاً با جمله‌های نازی‌ها. گفت کسی که ژنش خوبه، رون و باسنش خوشگلیش تو این لباسا خوشگل دیده میشه. حالا همین گریبانشو گرفت. خبر اومده فیلم جدید سیدنی سوینی آمریکانا بعد جنجال تبلیغ جینز شکست خورد. داستان اینه که فیلمو تو 1100 تا سالن سینما اکران کردن، کلاً $840,000 فروخته. تو متن این خبر یه جمله از باحاله. نوشته تبلیغ جینز سیدنی سوینی سهام امریکن ایگل رو افزایش داد، ولی فروش جینزا رو که افزایش نداد هیچی. فیلم سیدنی سوینی رو هم زنده به گور کرد. فیلم بعدی رو پرده نوبادی 2 ادامه نوبادی 2021 با بازی باب اودنکرک بدر کال سال تو نقش هاچ منسل، یه پدر پژمرده معمولی که کاشف به عمل میاد. داشتمون گذشته خفن داشته. شارون استون و کریستوفر لوید هم تو فیلم هستن. فیلم اکشن و دلهور است که تو بخش سلبریتی ها جلوتر راجع به بازیگراش خبر داریم. چند تا نقد ازش خوندم، نوشتن هیجانش واقعیه، هم صحنه‌های اکشنش قویه، هم صحنه‌های طنزش. این اکشن کمدی نیست بچه‌ها، آدما قشنگ توش له میشن. نقدای منفی میگفتن موضوع تکراریه، اکشنش قوی تر از روایتشه. باب مبارزه رو خودش انجام میده ولی عمل قلب داشته دیگه، میدونید. این قسمت 2 استانتمن بیشتر کمکش میکنه. اینم گوجشه. تا الان 76%، کمتر از نوبادی 1 با 84%، ولی به هر حال فیلم فقط واسه حال کردنه دیگه. خبر بعدی ترسناکه. فیلم ترسناک کی دوست داره؟ فیلم واپن تو ژانر ترسناک رازآلود. داستان ناپدید شدن عجیبه 17 تا بچه از یک کلاس درس توی شهر کوچیکه. وسط این همه رمز و راز و وحشت یه عمه عجیب با قدرت‌های جادویی سیاه ظاهر میشه، همه رو به کام مرگ میکشونه. حالا به منتقدا چی توصیفش میکنن؟ داستان غیر خطی جذابش خوبه ولی روایت ساده بدون پیچ و تابش بده. بازی عالی، مثلا جولیا گاردنر و ایمی مدیگان. تو فیلم ترس و طنز و نقد اجتماعی داریم. باز نوشتن ترکیب فضای تاریک و روانی با انتقادهای اجتماعی تو فیلم خوبه، ولی عمق داستانی و گمان زنی واسه کشف معماش ضعیفه. حالا خبر این فیلم اینه که فیلم واپن همه رو شوکه کرد. تا الان 319 تا بررسی، 93% گوجهش رسیده. بعد فروش فیلم هم واسه یه فیلم کم خرج عالی بوده که باعث شده زک کریگر کارگردان فیلم به خاطر این موفقیت بزنه تو کار یه پریکوئل داستان این عمه که ببینید همونی که داره همه رو جر میده تو فیلمو بسازش. یعنی موفقیت فیلم آینده کارگردانم رقم زد. حالا خبر هیجان انگیز بعدی. چند سال طرفدارای دزدار دریای کارائیب منتظر ساخت قسمت 6 ان. اون قضیه امبر هرد که زرد زد تو حال همه طرفدارای جانی دپ. بعد دیزنی با نامردی هر چه تمام‌تر جانی دپو از پروژه اخراج کرد. حالا بعد یه سری اتفاقای خوب و برگشت خوشنامی جانی دپ، ماجرای دزدای دریای کارائیب 6 از سر گرفته شده. پری روز گزارش رسمی از تولید کننده بزرگ جری برکهایمر منتشر شد که تولید دزدان دریای کارائیب 6 بالاخره شروع شد. اینجا رو ببین، تو این مصاحبه میگه جانی چند وقت پیش به من بله رو گفته که تو نقش جک اسپارو برمیگرده، ولی فقط شرطش عالی بودن فیلمنامه است. میگه ما خط داستانی و فیلمنامه اولیه رو آماده کردیم، فرستادیم واسه جانی دپ. الانم هممون دست به سینه نشستیم منتظر ریاکشن دپیم. میگه شروع پروژه به جانی بستگی داره. اگه اون فیلمنامه رو اوکی کنه، مراحل تولید به صورت رسمی شروع میشه. نویسنده هم راستی دوباره مثل قبل جف نیتنسنه. حالا وقت چیه؟ برسیم به اخبار دی سی. سوپرمن که دوباره حماسه آفرید. این بار دیوید کورنسوت و جیمز گان، نه ریچل برازنهان. آقا فهمیدین که کیفیت خوب سوپرمن اومد دیگه؟ وایسا قول بدین ویدیوهای رمزگشایی سوپرمن رو ببینید. واسه این 2 تا ویدیو 10 روز وقت گذاشتم. بوس خیلی عزیزین. حالا خبره چیه؟ به خاطر انتشار فیلم سوپرمن، دی سی و شخص جیمز گان شروع کردن برای رو بورس نگه داشتن فیلم سوپرمن هر روز چند لحظه از پشت صحنه ها رو منتشر میکنن. چند روز پیش صحنه عشق‌بازی سرپایی لوئیس لین و سوپرمن تو آشپزخونه اومد بیرون. اول من توضیح بدم که عشق ورزیدن کاراکتر لوئیس با بازی ریچل برازنهان خیلی از ته دله. واسه منم جدید بود نوع رها کردن خودش از ته دل. مثلا اینجا رو ببین، بوس کردن آخر فیلم.
بعد اینا تو تور تبلیغاتی هم اینجا رو ببین، این عشق بازیشون رو باز به نمایش گذاشتن. آقا من داش کوچیکتون حق میدم به همه تو این دنیای به این بزرگی، هر کی حق داره هر قضاوتی بکنه. خب اینا هنرپیشه شدن که دیده بشن دیگه، مردم نظر میخوان بدن راجبشون. حالا بریم سراغ جنجال ماجرا. تمام خبرگزاری‌ها تیتر زدن واکنش شوهر ریچل برازنان به رابطه عاشقانه همسرش به همبازیش دیوید کورنسوت. داستان اینه که یه بابایی یه کامنت خیلی بدجور میذاره زیر یک از پست‌های جیسون رالف شوهر ریچل. نامرد مینویسه واقعا ناراحت کننده است که لاب 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 یک کلمه خیلی بد چون زنت نمیتونه جلو خودش رو با همبازیش بگیره. بعد این جیسون شوهر ریچل زرت کامنت رو لایک میکنه. آقا همین لایک میشه سوژه یه عالمه سایت خبری با ویدیوهای ریاکشن و تفسیر این موضوع. یه سریا میگن این تایید واکنش طنزه، یه سریا میگن با این کارش یارو رو خجالت داده، یه سریا میگن چه بی غیرت. بعد بگو چی میشه؟ بعد تقریبا 2 روز همین جیسن میاد کامنتا رو میبنده. طرفدارای تریپ روشن فکر میگن این کارش درسته، لایک کرده، داره مسخرهش میکنه. یه سریا هم خاک تو سرت راه انداختن. وایسا، یه توضیح اینجا لازمه. تو این پشت صحنه بوسه تو آشپزخونه، این حرکت بوس کوچولوهای لوئیس رو ببینید. دو سه تا پشت سر هم میکنه ولی بعد اولی جیمز داد میزنه کات. این میشه زهر هلاهل پیرن عثمان که خنجر رو در قلب متعصبین فرو میکنه. میدونی آدم یاد چی میفته؟ بلیک لایولی رفت شکایت کرد، گفت سر ایت انز وید آس بعد کات جاستین بالدونی هنوز حس کاراکتر رو حفظ کرده بود. اینو زد به حساب آزار جنسی. دیوید اینجا انقدر جنتلمنه که منم بودم بوسش میکردم. حالا یکی بیشتر اشکال نداره که، ولی بیشوخی اونی که اون کامنتو گذاشته ولش کن. جیسن تو هم چرا یهو کامنت ها رو بستی؟ آدم استرس میگیره. اینم بگم که ریچل و جیسن از 2013 با هم 2018 بود یا 2019 ازدواج کردن. دیوید کورنسوت هم که مزدوجه، بچه هم داره. حالا مارول، دیسی فنا گیر ندینا، اول مال شما رو شروع کردم. خبر خفن اول مارول، وای از این عکس. اینو چند روز پیش رایان رینولدز تو اینستاگرامش پست میکنه، آتیش به پا میکنه. زمینه چیه؟ لوگوی انتقامجویان اونجرز. حالا ورداشته روشو با یه ماژیکی چیزی قرمز یه علامت آ تو دایره کشیده. حالا من اینو براتون آنالیز میکنم. این A اینطوری وسط دایره یادآور نماد آنارشیسمه. آنارشیسم توی تعریف کلی و بزرگ اشاره میزنه به هرج و مرج و انکار رهبری. میدونم از چه حسی میگیرم؟ یه جور حس خرابکاری و هیچ نیستین شما میده. میگه من باید بیام این فرم اتو کشیدتون رو بپاشونم به هم. ددپول دیگه. اینجوری نگاش کن وسط یه فرم رسمی و منظم، یه بی‌نظمی شوخ طبعانه با رنگ قرمز خونی. این اتفاق تو دنیای فنای اونجر مخصوصا ددپول ولوله به پا کرده. همه شروع کردن تئوری ارائه میدن، بحث و پادکست و این چیزا. ولی میدونید دیگه من از شایعه پراکنی خوشم نمیاد. من عوضش واسه شما چند تا واکنش پیدا کردم خیلی بامزه است که ببین اینا فقط چند تا از رسانه ها هن. چند هزار تا دیگه هم هست که نشون میده اینا چقدر بازار فرهنگی تو دستشونه. واکنش اول زده این مرک with the mouth، این لقب ددپوله. mercenary with the mouth، آیا این جایزه بگیره بیچاک و دهن تو اونجرها میاد؟ این یکی میگه پست رایان رینولدز آتیش به جون تئوری فنا انداخت. این یکی آیا داداشمون، بچا لحنش همینطوری ها، آیا داداشمون بالاخره روشنمون میکنه چرا ثور واسش گریه میکرد؟ اینو زده الکی امید نده بابا. این میدونی که اشاره به جمله معروف اونجرز اند گیمه که هاوک آی میگه don't give me hope، بعد واقعا همه چی شدنی میشه ولی خیلی تلخ تموم میشه. این یکی آیا رایان رینولدز داره حضور ددپول رو تو اونجرز لو میده؟ حالا باحال ترینش که خوندنش پوز میخواد، عین خود ددپول بلا، اونم دو دستی مثل مامانا. ددپول تو دومزدی خدا مرگم بده. نوشته رایان با این پست مخ فنا رو پکوند. خبر بعدی که میدونید من این چند روزه تو ویدیوهای کوتاه کانال حسابی اخبار شروع فیلمبرداری یکی از مهمترین و بزرگترین فیلم‌های ابرقهرمانی جهانو یعنی اسپایدرمن رو پوشش دادم. از دست من ناراحت نشید، من کوچیکتونم، ولی باید اینو قبول کنیم که اسپایدرمن میزنه رو دست فانتاستیک و سوپرمن. این خط، این نشون. حالا بگذریم اتفاق جنجالی حضور ون پانیشر سر صحنه فیلم برداری. ببین میدونم خیلی‌ها پانیشر رو نمیشناسن، واسه همین خیلی‌ها حالمو گرفتن که چیه انقدر جو میگیرتت، مگه کیه شاسکول؟ ولی رفقایی که پانیشر رو نمیشناسین، این کاراکتر خیلی صدا کرده. بازی جان برنتال هم یه حال اساسی به این کاراکتر داده لاکردار. ببین یه وجلنتیه که به هیچ وجه بد آدمای خوبو نمیخواد ولی آدم بدا رو بد جر میده.
خلاصه حضور ون ماشین پانیشر تو گلاسگو اسکاتلند یه اتفاق مهم تو روند تولید فیلم اسپایدرمن برند نیو دی محسوب میشه. خبر بعدی مارول از این بنده خدا آلن کامینگه که میدونید دیگه تو نقش نایت کرولر تو فیلم اونجرز دومزدی هستش. ولی نمیدونستم چه پدری ازش در اومده سر X2. تو این مصاحبه با پیپل میگه هر روز 5 ساعت گریم میشدم. بعضی وقتا هم تا آماده بشم برم جلو دوربین 10 ساعت طول میکشید. هر جلسه فیلمبرداری رو میگه فقط این نبود، رفتارا سرد نامحترمانه. میگه یه روز نشد سر فیلمبرداری با اعضای تیم یه حس خوب بینمون رد و بدل بشه. بچا دیدین بعضیا میرن دیگه تو فیلم و سریال پیداشون نمیشه. البته صبر کن، من این آلن رو نمیشناسم، نمیشم یه طرفه به قاضی رفت. فقط میدونم خیلی فیلمو لو بده است. حالا ادامه خبر. آلن میگه خیلی الان سر فیلمبرداری دومزدی همه چی برام حال خوب کنه. میگه همه چی رو نظمه. گیری من به جای 5 ساعت 1 ساعت و نیم کار میبره. بعد کستم خیلی عالی و محترمه. کلی هم از رابرت دانی جونیور تعریف میکنه که میدونیم دیگه نقش دکتر دومو داره. بچه‌ها راستی خبر شوکه کننده بامزه از مارول مونده، آخر ویدیو میگم. حالا برسیم به خبر سلبریتی ها. اولیش باب اودنکرک که فیلم نوبادی 2 رو پرده است که قبلتر ازش گفتم. چند روز پیش یه ویدیو ازش وایرال شد، خیلی احساسی بود. اینو باباها گوش کنن. ازش پرسیدن به کی حسودیت میشه تو کل جهان، تو کل زندگی؟ گفت به هر کی که الان یه بچه کوچیک تو خونش داره. چون میگه زمان من خیلی زود گذشت و میدونستم یه روزی بچه‌ها بزرگ میشن میرن. بعد اینجا توی مصاحبه میگن میدونی وایرال شدی؟ میگه میخوام بگم اگه بچه کوچیک دارین خستتون میکنه وقت هیچ کاری رو ندارین، ولی بدونید که این معنی و لذت زندگیه که دیگه تکرار نمیشه. انگار بچه‌ها داره به من میگه. بعضی وقتا صدای جیغ بچه‌ها منو میشنوی تو ویدیوها نه؟ آها، سوال بعدی ازش میپرسن نوبادی تا کی ادامه داره؟ میگه تا 4 رو برنامه‌ریزی کردیم، بقیه‌شو ببینیم چی میشه. سلبریتی بعدی باز احساسیه. شما یادتون نیست یه زمانی کراش همه شارون استون بود که اتفاقا اینجا تو نوبادی با باب اودنکرک همبازیه. یه قضیه جالب تو مراسم فرش قرمز فیلم نوبادی بود که شارون با پسراش اومد. خیلی هم به پسراش مینازید، اونها هم یه جور اغراق‌آمیزی به مامان افتخار میکردن. یکی ازش پرسید قضیه چیه؟ فقط جواب ببین آدم چه حالی میشه. میگه اون موقع که کسی بودم اینا بچه بودن، الان خیلی وقته که دیگه حواسشون به من نیست، جوونن، به هیچ چیه بزرگترا اهمیت نمیدن، حرف میزنی گوش نمیدن. ولی تا گفتم میخوام تو نوبادی کار کنم گفتن همون که ما 6 بار دیدیمش، همون که باب اودنکرک برکینگ بد توشه، میشه یه کاری کنیم ما باش ملاقات کنیم. بعد میگه خوشحالی بعدیم اینه که با 2 تا از بهترین آدمای هالیوود کار کردم، مثلا باب که موفقیت خودش با زحمت به دست آورده. حالا خبر بامزه بعدی ماجرای دستگیری و تجسس لئوناردو قبل جشن تکیلا تو اسپانیاست. یه جشن خوشگذرانی بزرگ واسه تبلیغ نوشیدنی خارجی. حالا کدوم هنرمند دعوت بوده؟ کی اهل خوشگذرانی غیر لئوناردو دیکاپریو کار درست 50 ساله؟ داستان اینه که لئوناردو تو مسیر ورود به این گردهمایی انحصاری تو مجموعه ویلاهای خصوصی تو ایبیزا، آقا بزن بغل، همه رو پیاده میکنم. پلیسا میگن هیچ کی حرف نزنه، فقط مدارک شناساییتون آماده کنید تا نه وقت شما نه وقت ما گرفته نشه. بعد تفلکو ببینید با لباس ساده کلوب بیسبال چه مظلوم و حرف گوش کن، مدارکشو گرفته جلو که چک کنن. اینجوری اول پلیسا نمیشناسنش ولی هی پچ و به هم میگن. بعد نیم ساعت با سلام و صلوات و معذرت خواهی میگن بفرما. آقا من خبر رو نگفتم نگران بشید، لئو اوکی اینها، رسید مهمونی کلی هم داره بهش خوش میگذرونه، لئو نمیذاره بهش بد بگذره. راجع به اخبار این هفته کی با کی چیک تو چیک شدم یه ذره برهوت بود. البته فاوریت‌های من نبودن، فقط جنیفر و تیلر واسه من مهم بودن. اگه ناراحت نمیشین. جنیفر انیستون فرندز با جیم کورتیس که هیپنوتراپیسته رفتن تو کار هم که رفیق جونجونیش جیسون بیتمن نوشته هر دوتون آدم حسابی هستین، با هم خوشبخت شین. Such a nice color on you. Yes, I know. It's the color of your eyes, sweetie. تیلر سویفت هم با این تراویس کلسی که البته خیلی وقت ریختن رو هم، بعد تو این پادکسته تشکر میکنه از کی؟ از پادکست. میگه مرسی از این پادکست که واسم دوست پسر جور کرد. سبک بازی. مارولیا کجایین؟ یه خبر داغ مونده. بلا رمزی خبرساز شد دوباره بدجور. ببین کم اعصابمون رو سر د لاست آواز خورد کرد. وای با ورایتی مصاحبه کرد، ازش پرسیدن واسه کار آینده چه رویایی داری؟ نه گوش نکنید، ولش کنید. پس عصبانی نشیدا. Or I could be Spider-Man. Okay, make that pitch right now to Tom Holland. You're out, you're in. Tom Holland did a great job there. میگه من میخوام تام هالند که کارش با پروژه مرد عنکبوتی تموم شد من نقش اسپایدرمن رو بازی کنم. میپرسه انگیزت از کجا اومده؟ میگه چند وقت پیش واسه اولین بار تو عمرم یه فیلم مارولی تماشا کردم، اونم اسپایدرمن اندرو گارفیلد بود. اون بهم انگیزه داد.
رفقای جون و دلم، نظرتون رو حتما تو کامنت ها واسم بنویسین. واقعا دمتون گرمه. هر روز پرقدرت واسه پیروزی تلاش کنید. مخلص همگی، شهروز.